سلام، روزتون بخیر. در مورد جریان اون روز اگر بخوام حالا خیلی خلاصه بگم، این که ما 6 نفر رفتیم تو دریا. بعد یه باره دریا طوفانی شد و اینکه آقاری هم نزدیک ما بود. وقتی صدای کمک بچه ها رو شنید خیلی سریع خودشو رسون به ما، اومد تو دریا. 2 تا از بچه ها رو نجات داد، ولی خب متاسفانه خودشون بعدش غرق شدن. این که بگم که خیلی از روی انسانیتش بود این کار انجام داد و برای ما همیشه تو ذهن ما یه پهلوان میمونه. دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار به سرخی لبای سرخ یار بیاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار در شقای تیره چون زلف یار بهر لیلی چون مجنون ببار ای بارون. داریم آماده میشیم بریم به منطقه نورآباد. دههای زیادی داره راهشون تازه باز شده، تکای غذایی و بهداشتی رو بهشون برسونیم. انشالله یه چند دقیقه دیگه راه میفتیم. کمک‌های مردمی به سمت مناطق سیلی زده بارگیری شده تو ماشینای دیگه هم تو صف بارگیری. 17 فروردین خرم‌آباد هستیم ما. سالن ورزشی تامین اجتماعی به عنوان انبار داریم استفاده میکنیم. وسایل امروز رو بار زدیم، اضافاتش فعلا ایناست. بچه‌ها دارن ماشینا رو بار میزنن. بریم به سمت منطقه نورآباد و دههای توی کوه. دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار دلا خون شو خون ببار بر کودشتامون ببار به سرخی لبای سرخ یار بیاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چون مجنون ببار ای بارون با دلم گریه کن خون ببار. دوستای سوگل مرکز ده آب گرفتگی هنوز توی روستا هست.